الله بیان داره ولا تنهرهما، یکی پدر و مادر تا خیال دوگانه و جورت نکنی، یکی پدر و مادر تا خیال رفیقت نکنی، خیال رئیس و خیال همسایت نکنی و بالای وی سیاست کنی که الله گفت 70 ساله عبادت داشته باشی همگیش بیکاره میکنه. برای یک پدر و مادر ناراحت کردن، زیرا اینا از جمله کیا بودند؟ وقل لهما قولا کریما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سوره حجرات چی زیبا بیان میکنه. الله میگوید وقتی که با او سخن میگویی همچنان سخن بگویی گویا که تو یک مرد قرضدار هستی، تو یک غلامی زیر دستی وی هستی، حتی سر تا بالا نکن وقتی صحبت الله میگوید. ببین تعظیم کن در پیش پدر و مادر.